با خداش من بسکوت ور نداشتم. خدافظ. سلام خوبی؟ خیلی اردو خوش گذشت. تعریف کن ببینم. فقط بوها ساخت برای زیرو. اورو معلما پرسیدن کی میتونه برای اردو زیر انداز بیاره زیرو بیاره. گفتن خانم ما یه زیرو خوبی داره 28 نفر روش جا میشن. گفت بیا. رفتن خونه مامانا اخذ زدن که خدا میده. چرا؟ گفت دختری پیشنو که خود شیرین تو خود شیرین تر نبود که دسته بردی بالا. تازه گفت پیکنیک هم بیاری یکیتون. گفتم من میارم. ای وای. مامانم گفت دست پیکنیکو بزنی بابات میتونم از سیریقه. صبح که بیدار شدن یواشکی پیکنیکو هم بردم. با خدا خوراکی که برام گرفتم خب همه خوراکی ها خوردم. به دوستاتم دادی نه گوره باباشون خودشون خوراکی ها برده بودن. دقیقا خوراکی و غذا رو هم خوردی. نصف بچه ها رقیقا گرفته بودن تو ولو توی بیابونو. غذا چی خوردی؟ معلم ها کباب خوردن. برای ما یه دونه کاسه لوبیا گر میدادن. ما نگاهشون کردیم ولی اونا اصلا به ما هیچی ندادن. زیلو ما انداختن زیرشون. ما همه نشستیم رو زمینو تو سنگا بیره از زیر پامون جگرمون لشت. پس چرا دوباره مدیره گفته بابات باید بیاد مدرسه؟ پیکنیکو که برده بودم معلما گفتن بده باهاش براتون لوبیا گرم کنیم. پیکنیکو که روشن کردن یه بوی تریاک و شیره زد بالا. همه گفتن این بو چه؟ معلما همش داشتن میخندیدن. گفتن این پیکنیکو اصلا مال ما نیست. نگو زیرش مامانم بلاش نوشته بوده ساسانی. حالا گفتم بگو بابات بیا. به جون اما حسین میری بگی تو معتادتی؟ نه برای چی؟ دیگه بسکوتی هم دادیدم میدمته. ای بیسکویت هم گفتی به خود من ور نداشتم. گفتم به خدا. من عزیزم